قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولحاضرين والسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قيام الليل. الأول أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يقومون للصلاة ليلا. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، و دیگر از آداب طالب العلم در طلب علم این قیام اللیل است. لازم و ضروری است برای یک طالب علم که قیام اللیل داشته باشد، و الا طالب علم که از قیام اللیل و از این عبادت عظیم و بزرگ اگر که دور باشد، مقوله که از استادای ما دیگه حاجت نیست این که طلب علم بکند، حاجت نیست که طلب علم بکند. یعنی وقتی که یک طالب علم تهجد خوان نباشد، قیام اللیل متمسک به انجام دادن قیام اللیل نباشد، پس برای چی طلب علم میکند؟ چون که قبلا بیان کردیم وارد در زمان امام احمد حنبل رحمه الله یک نفر برای طلب علم نزد امام احمد حنبل رحمه الله میآید و بعدا در نزدش یک آب طهارت میگذارد. در پیشش صبح میشود که آب طهارت در سر جای خودش است، متوجه میشود که این نفر برای قیام اللیل خیستگی نیست و سحر میشود و ایرا جواب میدهد و میگوید که من قبول نمیکنم طالب علمی که او تهجد نمیخواند، زیرا تهجد این از کمالیت ایمان یک شخص است و از ایمان مستحکم بدن ایمان یک شخص است که او نماز تهجد میخواند. و چون که بزرگترین عبادت بعد از فرایض این نماز تهجد است و در حقیقت ایرا شخص میتواند بخواند که و ایرا انجام بدهد و به پایبند باشد که از گناه و معصیت دور باشد و ایمان محکم داشته باشد. و در حقیقت این از نشانه‌های و علامت سعادتمندی یک شخص است، مادامی که پایبند به تهجد است. بدون شک از علامت‌های سعادتمندی یک شخص است که پایبند به تهجد است. الله عزوجل امر کرده است پیامبر صلی الله علیه و آله را که این نماز خیلی عظیم و بزرگ را، تهجد را اینا برپا بدارد، چنانکه می‌فرماید که ایها المزمل، ای شخص جامه پیچیده، قم اللیل الا قلیلا، ای شخصی که بر خود جامه پیچونده، قم اللیل الا قلیلا، شب را اندک شب را قیام بکن. اولا امر شکل که قم اللیل، شب را قیام بکن، الا قلیلا، که مگر اندک اون را قیام نکن، مگر اندک اون را قیام نکن، نصفه، و بعدا آسانی آمد و فرمود که نصفه او انقص منه قلیلا، نصف ای شب قیام اللیل بکن، یا اینکه او انقص منه قلیلا، از همین نصف کمتر از او شو کن، کم بکن، او انقص منه قلیلا، یا اینکه کم بکن از همین نصف شب کمه، او زید علیه، یا اینکه زیاد بکن بر اون. و این آسانی بعدا برای رسول صلی الله علیه و آله آمد. و کان النبی صلی الله علیه و آله و الصحابه یقومون للصلاه لیلا، و پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه قیام میکردن برای نماز در هنگام شب، چون که الله عز و جل میفرماید که ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك، طائفه من الذين معك، همون رب تو میداند که همون تو بلند میشوی ادنى من ثلثي الليل، ادنای از ثلثی از سه حصه یک حصه شب را برپا میکنی نماز را، تهجد را، و نصفه یا اینکه نصفش را، و ثلثه یا اینکه ثلثش را، طائفه من الذين معك، و همش الله میداد اون طایفه‌ای که با همراه تو میخزن و ایرا انجام میدهند. پس اون صحابه هم این عملا انجام میدادن. والله يقدر الليل والنهار، و الله عز وجل مقدر میکند شب و روز را. و همش الله در جای دیگه میفرماید که و من الليل فتهجد به نافله لك، و من الليل فتهجد به نافله لك، و یعنی و من الليل و از شب را فتهجد به، تهجد بکن. بله، و همچنین
الله عز وجل فرمود که كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. فضیلت و عظمت و بزرگی از تهجد است که الله بیان میکند که اون بندگانی که ایرا انجام میدن كانوا قليلا من الليل. یکی از تفسیری كانوا قليلا من الليل ما يهجعون این است که کمی از شب را میخوابن. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون یعنی کمی از شب را میخوابن، یعنی پس بیشتری شب را زنده میدونن. و یکی از تفسیر دیگری است که كانوا قليلا من الليل ما يهجعون یعنی قلیلی از شب را تهجد میکنن. یکی از تفسیر دیگر یعنی کمی از شب را تهجد میکنن. و بالاسحار هم یستغفرون و در هنگام صبح باز اونها طلب استغفار میکنن و در هنگام صبح باز طلب استغفار میکنن و برای اونها تکبر و فخر در جهتی که این عبادت را انجام داده هستند این برای اونها پیش نمیاد، بلکه در هنگام صبح باز استغفار میکنن. در هنگام صبح استغفار میکنن از اینکه الله عز و جل این عبادت پیش خودش قبول بکند و الله عز و جل باز برای ما قوت و قدرت بدهد که تا این عمل باز دوام انجام بدهیم. و همچنین استغفار میکنن، یعنی بازم با وجودی که این عمل عظیم و بزرگ انجام داده هستند نمیگن که با این از جمله تهجد گزارا هستیم و افتخار بکنن تا اینکه این سبب بشه که این همین قیامی که کردگی هستند این از بین برود بسبب این عجب همین فخر، بلکه استغفار میکنن. استغفار یعنی باز هم اقرار به کمبودی و نقصان در خود و در عبادتی که دارن. بله. الثاني عاتب النبي صلى الله عليه وسلم من ترك قيام الليل من صغار الصحابة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. بله. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم عتاب کردگی هستند، سرزنش کردگی هستند کسی را که ترک کردگی از قیام لیل را از صغار صحابه، از صحابه‌ای که خیلی خرد بودند در بین صحابه، وقتی که ترک کرد قیام لیل را او را سرزنش کرد و عتاب کرد و فرمود که یا عبدالله. قال عبدالله بن عمرو بن عاص، عبدالله بن عمرو بن عاص فرمود که قال لی النبی صلی الله علیه و سلم، برای من پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا عبدالله، ای عبدالله لا تكن مثل فلان، مثل فلانی نفر نباش. به این معنی که کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، که شب را زنده می‌دارد و بعد چیکار می‌کرد؟ ترکش می‌کرد. تو مثل اون نباش. وقتی که نماز تهجد می‌خوانی و با استمرار داشته باش و این عبادت انجام بده، زیرا بهترین عبادت اون هم عبادتی است که دوام دارترین او عبادت است، چون که در روایت صحیح میاد در حدیث که افضل ترین عمل ادومها و ان قل، دوام ترین او است گرچه که کم باشه. از این خاطر است که برای یکی از اسباب پایبندی در عبادت در تهجد این است که اول از کم شروع کن. حتی بعضی از علما یکی از فایده های همین طریقه تهجدی که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خواندند که اول ابتدا دو رکعت اولش خیلی آسان خفیف می‌خواندند، دو رکعت اولش پیامبر صلی الله علیه و آله خفیف می‌خواندند، یعنی سوره کوتاه می‌خواندند و در حقیقت یک گرفتن یک نیرو است، گرفتن یک قوت است، یک نیرو است برای آماده شدن به دیگر رکعت ها. پس همین طور وقتی که یک نفر میخواد تهجد بخواند، بعضی وقتا میبینی که یک دعوت یا که در یکی از جلساتی که در رابطه با فضیلت تهجد بیان شده است دو جمع نشیند فضیلتی که در باب تهجد اینا میفهمد، متوجه میشه و بعدا میرود 11 تا یا که 13 تا که اومدگی است او را میخواند 2 ساعت 3 ساعت، یک هفته بعد دیگه میبینی که این نفر چه از تهجد خبردار نیست. یک روز میخیزد قیام میکند میخواند، اما یک هفته دیگر ترکش میکند. سبب و علت در چی است؟ اشکال در چی است؟ در این است که یکی اکبر از جای شروع کردگی است که همون ایمانش برداشت همون را ندارد. پس ابتدا انسان میتونه که اول ولو این که کمترینش 2 رکعت، کمترینش 4 رکعت، در آخر رکعت ویتر، و بعد از مداومت و استمرار و دوام دادن همین نفر توانایی پیدا میکرد که اینا بیشتر بکنه. ولی که اگر همین اندازش هم توانیست و به این دوامدار بدک، مستمر به همین عمل بدک، این بهترین عمل در پیش الله عز و جل است. بهترین عمل در پیش الله عز و جل است. و دیگر از فضیلت ها این چون که در سوره مزمل ذکر می شود که الله عز و جل می‌فرماید که ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا. والله که یعنی در تهجد و تلاوت قرآن، در تهجد و تفکر به آیات الله عز و جل در تهجد از بزرگترین اسباب چی است؟ هدایت است. این طوری که الله عز و جل در او وقت پیش تو را باز میکند، با آیات متوجه میشوی
در دیگر وقت متوجه نمیشه. از این خاطر الله میفرماید که این ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. در وقت تهجد خواندن، تفکر و اندیشه کردن با آیات الله عزوجل، این چیز انسان یعنی براش درک کردن آیات الله عزوجل، متوجه شدن آیات الله عزوجل. الله یک فتح خیلی عجیب برات باز میکنه. الله یک فتح خیلی عجیب برات باز میکند که در دیگه وقت و دریافت کردن نمیتونی. چرا؟ حکمتش این است که انسان وقتی که از خواب میخیزه سوس آخری شب و قلبش آلوده شده نیست بر گناه و معصیت و زبانش به غیبت و تهمت مشغول شده نیست، قلبش صاف و پاک است. وقتی که آیات الله عزوجل تلاوت میکند، این آیات های پاک و عظیم و بزرگ در حقیقت در یک ظرف پاک و عظیم و بزرگ داخل میشود و در حقیقت این درجه این براش تأثیری خیلی مثبت براش دارد. و اما وقتی که میبینی که قلب روز میشود، دیگه این زبان آلوده بر گناه و معصیت، چشم بر گناه و معصیت و گوش ها آلوده بر گناه و معصیت میشود، این قلب دیگه سخت میشود، سنگین میشود، دیگه اونقدر پند از آیات الله عزوجل خوب متوجه نمیشود، پند نمیگیرد. آنطوری که در آخر شب وقتی که میخیزد و مردم وقتی خواب هستند و یک آرامی است و وقت تفکر و اندیشه میکنه در آیات الله عزوجل، در حقیقت این خیلی یک نعمت خیلی عظیم و بزرگ است. الثالث على المسلم أن يغتنم كل ليلة الثلث الآخر من الليل بالصلاة والاستغفار، فهو زمن نزول رب عز وجل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. بله. و همچنین برای مسلمان، یک مسلمان لازم است اینکه ان یغتنم کل لیله الثلث الاخیره، کل لیله الثلث الاخیره، اینکه غنیمت بشمارد، هر یک شب را ثلث آخرش را غنیمت بشمارد. شایسته است برای یک مسلمان اینکه ثلث آخری هر شب را برای خود غنیمت بشمارد. برای یک مسلمان به طور عموم و به طور خاص برای یک طالب العلم، بعد چی؟ به نماز خواندن و استغفار کردن. فهو چون که بعضی از اساتید ذکر میکنن که کمترش یک طالب علم است که 2 ساعت آخری از شب به تهجد و استغفار و دعا سپری بکند. کمترش 2 ساعت مصروف باشد به عبادت و استغفار و راز و نیاز و مناجات کردن با الله عز و جل. ولی اگر 2 ساعت هم امکان نباشد، الاقل 1 ساعت. اگر این امکان نباشد، الاقل نیم ساعت، الاقل 20 دقیقه، نیم ساعت با استغفار و نماز خواندن مشغول باشد. فهو زمان نزول رب للسماء الدنيا، از ایده عظمت و بزرگی میشود که در این وقت نزول الله عز و جل است، کما یلیق بجلاله. الله عز و جل نزول میکند. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. چون که در حدیث ذکر میشه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمودند که ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، الله عز و جل هر شب ثلث آخری شب به آسمان دنیا الله عز و جل نزول میکند. پس در اینجا صفتی چی بیان شد؟ اثبات نزول الله عز و جل، همچنین که لایق الله عز و جل است. ما نمیدونیم کیفیت چه، ولی که الله عز و جل نزول میکرد، اما طریقه نزول کردنش ما نمیدونیم، ولی که ایمان داریم که الله عز و جل ثلث آخری هر شب نزول میکرد به آسمان دنیا. هنگامی که باقی بماند ثلث اللیل الاخیر، هنگامی که ثلث آخری شب باقی بماند الله نزول میکرد. فیقول، پس میگفت است: من یدعونی فاستجیب له. من یدعونی، پس میگفت است: من یدعونی فاستجیب له، چی کسی من را میخواند تا اینکه اجابت بکنم، من را دعا میکند من را اجابت بکنم. و من یسألونی فاعطیه، چی کسی من را سوال میکند تا اینکه او را بدهم. و من یستغفرنی فاغفر له، چی کسی از من طلب استغفار میکند من برای او بدهم. پس ببین که این خیلی حدیث عظیم و بزرگ است، اینکه یک نفر میگه که چگونه من طلب علم میکنم، چگونه برای من اینکه ذهن خوب به دست بیاورم، چگونه فهمی خوب به دست بیارم. پس ببین که در اینجا است ثلث آخر شب اینا لازم میگیری و اینا غنیمت میشماری و دعا میکنی. الله گفتگی است که چی کسی از من سوال کرد فاعطیه، من او را بدهم. پس دیگه سوال بکنه الله عز و جل، فهم صحیح دین، فهم صحیح قرآن و سنت. الله عز و جل دعا بکن: اللهم ارزقنا فهم القرآن و سنة. یه دعا بکن: اللهم ارزقنا فهم القرآن و سنة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. چند میتونی سوال بکنی از الله عز و جل. و همچنین که از آداب دعا چگونه که قبلا بیان کردیم، اینکه مشکلی که داری مشکلی تا اینه که کاملا برای الله عز و جل بیان بکن، با تفصیلی شرحش بده و بگو. و همچنین دعا بکن که یا الله، حتما یا الله
دعای من قبول کن، یا الله حتما این مشکل من رو برطرف کن، یا الله حتما مشکل من رو برطرف کن. یعنی با این شکل از الله عز و جل طلب بکن تا که الله عز و جل مشکل رو برطرف کنه. الرابع قيام الليل من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. رواه ابن ماجه. بله. و از جمله دیگر از فضیلت قیام اللیل، قیام اللیل از اسباب دخول جنت است. قیام اللیل از اسباب داخل شدن در جنت است، چون که الله عز و جل فرمود که تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، که کسانی هستند که یعنی از پهلوی خود از همون جای خوابشون، از مضاجع، از جای خوابشون که پهلو هستن، از اونجا میخیزن دعا میکنن، نماز میخونن، تهجد میخونن و دعا میکنن خوفا و طمعا، از روی خوف و ترس و از روی امیدواری که عقیده اهل سنت و الجماعت است. هم امید دارن از الله عز و جل، هم از الله عز و جل ترس دارن. و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه که ما رزق داده هستیم اونها انفاق میکنن. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ببین یکی از اسباب دخول جنت است که الله میفرماید که فلا تعلم نفس، هیچ نفسی نمیدونه که ما اخفي لهم، آنچه که مخفی شده برای اونها، من قرة اعین، از سردی چشم، که جزاء بما كانوا يعملون، جزا پاداش است به سببی که عمل میکردن. ببین جزاء بما كانوا يسمعون نگفت، جزاء بما كانوا يعملون، به سبب آن که میشنون نگفت، به سبب آن که عمل میکنن. یعنی هیچ نفسی نمیدونه که چی پاداش برای اینها پنهان است. هیچ نفسی نمیدونه چی پاداشی است که سبب خوشحالی و سردی چشمای اینها میشود. هیچ نفسی نمیدونه، به سبب همین عملی که میکنن. و همچنین الله عز و جل تهجد خواندن رو و قیام شب رو الله عز و جل بیان کرده در برابر علم و فرموده است که امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وهم يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلم انما يتذكر الالباب. این کسی که شب میخیزد، قیام اللیل میکند، تهجد میخواند، در سجده است و در رکوع است و از الله عز و جل زاری و تولا میکند و گریه میکند و فریاد میزند و الله را عبادت میکند، این و کسی که میدوند و کسی که نمیدوند با هم یا برابر هستند؟ با هم برابر نیستند. نه او کسی که قیام میکند الله را عبادت میکند، او کسی که الله را عبادت نمیکند قیام نمیکند، یا با هم برابر نیستند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند یا ایها الناس افشوا السلام، ای مردم، چون که در بعض روایات میاد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله هنگامی که وقتی که به مدینه آمدن و برای مردم خطاب کردند و گفتند که یا ایها الناس، حتی در هنگام هجرت هم یا ایها الناس افشوا السلام، ای مردم سلام را شما پخش بکنید. یکی از سنت های متروکه این عدم انتشار سلام است امروزه، یعنی که یک کسی که میشناسه بعدا سلامش میده. بله، سلام را پخش بکنید، انتشار بدهید و این از اسباب محبت یعنی که شما میشود، سبب زیاد شدن محبت بین شما میشود. یکی از اسباب زیاد شدن اخوت و محبت و برادری بین شما این پخش و انتشار سلام است. حتی صحابه از یک شاخی که در بین اونها قرار میگرفت یک طرف میشیدن دیگرش سلام میدادن، چه برسد از اینکه بعد یک ساعت یا که بعد نیم ساعت یا که از پشت یک دیوار یک دیگر ببینی یک طرف، بلکه از یک شاخی رد میشید یا دیگر سلام میدادن. و این قبلا برای شما بیان کردم که وقتی که ما یک جا راه میرفتیم در بین ما آب قرار گرفته و ما از اون طرف آب گذشتیم و یک آبی که در بین راه ها میشود آبی خیلی خوب، باز به دیگر سلام داد و گفتن که همین است. سلف صالح در حقیقت بعضی وقتا ما دقت میکنیم همین بسیار اساسی از ما فوت میشه که حتی سلف صالح از یک شاخی که میگذشتن در بینشون قرار میگرفتن بازم به دیگرشون سلام میدادن. و در حقیقت ما اینو سلام دادن یکی از مشکلات قلب است، از تنگی قلب، ضیق و تنگی قلب ما قرار گرفته است. یعنی حتی تا جایی که میگیم که خیلی موزی دیدیم سلام میدیم، سلام خم که میگذاریم، میگیم موزی قدش سلام علیک کردیم دیدیمش میگه بوچی میگه چیکار میکنیم را اذیتش میکنیم، در حالی که این همش اذیت از مشکلات قلب است. قلبی که انسانی که فراغ باشد، هیچ مشکلی نباشد، 10 بار باشد با کار میکند سلام میدهد. حتی در بعضی وقتا میبینی که بعضیا حتی براشون یعنی یک نوع ایزوکشی است این سلام دادن، یکی چندین بار سلام دادن، بارها بار سلام دادن، یا از همش برمیگرده از مشکلاتی همون قلب است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که افشوا السلام، سلام رو بین دیگرتون پخش بکنید و اطعموا الطعام، و شما طعام بدهید مساکین و فقرا را،
با قدر استطاعت خودتون. وصلوا الارحام، صله رحمی بکنید. بله یا همشون از اسبابش هستن. کسرت رزق و به دست آوردن محبت الله عز و جل و دست آوردن محبت مردم. وقتی که با دیگرتون شما اخوت و برادری کردید، محبت بین شما زیاد شده، این به دست آوردن محبت الله عز و جل میشه. الله شما را دوست می‌دارد. و صلوا باللیل والناس نیام، و نماز بخوانید در شب در حالی که مردم خواب هستند. بله تدخل الجنه بسلام، که وارد جنت میشوید با سلامتی و با آرامشی و امانتی وارد جنت میشوید. پس ببین که قیام اللیل از اسباب دخول جنت است. و همچنین در حدیث هم ذکر میشود، روایت ابو داود و دیگر سنن، رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که الله رحمت بکند اون مرد را که برای قیام اللیل میخیزد و همسرش را بیدار میکند، نماز شب میخواند و همسرش را باز بیدار میکند و اگر بیدار نشد بالای او آب میپوشاند، بالای او آب میپوشاند تا اینکه برای نماز بیدار شد. و همچنین الله رحمت بکند به اون زنی را که نماز تهجد میخیزد و نماز میخواند و شوهرش را بیدار میکند و اگر نخیزد بالای او آب میپوشاند برای خیزیدن نماز تهجد. بله پس این خیلی فضیلت خیلی عظیم و بزرگ است. حتی بعضی از علما، چون که حدیث صحیح بخاری ذکر میشود در رابطه با نماز تهجد، بعضی از اهل علم ذکر کردند که وقتی که امام بخاری رحمه الله همین حدیث در باب تهجد میارد، کتاب تهجد میارد. پس از این معلوم میشود که این حدیث حمل میشود به نماز تهجد، که وقتی که میخواهد که به نماز بخیزد، به نماز، شیطان برای هر یک شخص وقتی که خواب میرود 3 گره براش در پشتش 3 گره میزند و وقتی که میخیزد، اعوذ بالله میگه، میخیزد 1 گرهش باز کرده میشود. وقتی که میرود طهارت میکند، وضو میگیرد، 2 گرهش باز کرده میشود. وقتی که نماز بلند میشود برای نماز خواندن، شروع میکنه برای نماز خواندن، 3 گره از اون باز کرده میشود. این نفر میشود چی؟ طیب النفس، نشاط النفس، سرحال میشود و امروز روزی خیلی خوب است، نشاط است، سرحال است. و اما اگر کسی که میگه نخیزد، او خبیث النفس، نفسش خیلی خبیث و تنبل و کسلان براش هست. بعضی از اهل علم اینا در نماز فرضی ذکر کرده هستند، اما بعضی از اهل علم چون که امام بخاری رحمه الله اینا در باب تهجد ذکر میکنند. پس اگر در باب تهجد باشد، پس وای بر حالی بسیاری از ماها. اگر در باب نفل باشه، تهجد باشد، پس وای بر حالی بسیاری از ماها. و حتی وقتی که میگه نمیخیزد، شیطان میاد میگه، در بعضی روایات میگه که در بینی اون نفر چه میکند؟ پیشاب میکند. از این خاطر میگه میخیزد خبیث النفس است. و بعضی وقتا میخیزه کن بینی درست شدگی هستن. از این خاطر است که واجب است وقتی کسی از خوابش میخیزد، بعضی از اهل علم این خواب شب ذکر کرده هستن و بعضی میگن که عام است، از خوابش میخیزد واجب است اینکه دستاش بشوید. پس الله توفیق بده برای همه ما شما که به این گفته‌ها عمل بکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.